سلام دوستای عزیز، امید که خوب صحتمند سر حال باشین. ویدیو رو طولانی نمیسازیم، میریم سر اصل مطلب. دیگه امروز میخوانیم در اثر بایننس شروع میکنیم. دیگه من کستم خودمم در بایننس زیاد کار میکنم. بعض وقتا یعنی بسیار کم در میتو تریدر 5 یا فورکس کار میکنم یا پوزیشن میگیرم یا ترید میکنم. دیگه امروز بخش اول درس ما رو شروع میکنیم که بایننس خودش چی هست که ما در ویدیو قبلی معلومات دادیم. اگه ندیدی میتونی ویدیو قبلی رو ببینیم و معلوماتتون بگیریم. دیگه دوستای عزیز، بایننس که وقت داخلش شایم چی ثبت نام کرده باشیم چی نکرده باشیم به این رقم یک صفحه برمیخوریم. وقتی که داخلی صفحه شیم دست چپ پایین ببینیم نوشته است هوم. وقتی که سفر باز کردیم اینجا بالا سعی کنیم نوشته است ریوارد رمضان earn deposit earning inside security copy trading. این پولیش که بزنیم مورد ببینید چقدر شورکت هست. بعضی کسا مثلا چی می باشه کنجکاو می باشه میگه وقتی من یک چیز شروع میکنم میخوام باید از صفر تا 100 تمام شه من ذره معلومات داشته باشم. قدر چیز جگرخون کننده نیست یا مثلا ناراحت کننده نیست یا تشویشی نیست. تو باید ذره تمام از یار بفهمی که ان شاء الله بخیر ویدیوی بعدی که ساخته رفتم غیر از اینکه شرکتایش از دیجا معلومات اضافی خودم داره که مثلا از اینجا میتونیم استفاده کنیم همین شرکت داره. خب امروز در صفحه اول میم دیگه صفحه اول ما دیجا کستک مثلا از این بالا شروع میکنیم نوشته از فیوریت هات گینرز اینجا سعی کنیم همین صفحه که خودش که از پایین رفته بریم مثل صفحه سوشیال میدیا مثل صفحه فیسبوک مثل صفحه اینستاگرام مثلا هر کس معلومات خود انداخته ترید خود انداخته یکی خبر میگه یکی تحلیل تکنیکال خود پیش برده هر کس کار خود میکنه. دیگه که دی بالا سعی کنید نوشته است فیوریت چیز مرزی است که مثلا ما خوش کردیم در بخش دلخواه ما باشه که مثلا ما زیاد کات سر کردن اینجا باشه. دیگه هات کس از نامش پایید است که هات هم بازارش که مثلا گرم مثلا این پوینت سعی کنید ویو مور بزنم یه وقت بزنم اما تمام ارزایی است که مثلا هات زیاد گرم از بازار داغ است و گینرز هم بازاری که مثلا بسیار بالاست و زیاد مثلا لانگ شده مثلا بالا رفته. لوزرز هم اگه کلیک کنیم مثلا ارزایی است که زیاد سقوط کرده و زیاد پایین آمده بازنده هستن. لوزرز من معنیش این است که بازنده و نیوز گام ارزایی است که مثلا نو آمده نو لانچ شده داخل از لانچ منظورش است یعنی نو داخل از بایننس ارز نو آمده یا مثلا نو مارکت کپ برجور کنه نو ارز آمده وقتی که لانچ شد یعنی مثلا اگر از دیگه برنامه جی او ان آمده نه 5 ساعت بعد اون 38 منت یا دقیقه بعد ایده لانچ میشه. وقتی که لانچ مردم خرید فروش میکنه این قسمی ارزهای دیگه نیو منظورش از این است که یک چیز نامه این دیگه تفاوت 24 ساعت ارزها رو نشون میده. دیگه مارکت کپ کس مثلا ارز چقدر مارکت کپش هست مثلا از خود بیت کوین سعی کنه 1.73 تریلیون مارکت کپش هست که این قسم از تمام بازار ارزها رو مارکت کپش بازارش براتون میگه چقدر است. دیگه این همون بخشش بود من براتون توضیح دادم که ان شاء الله بخیر در ویدیوی بعدی دیگه بخششم توضیح میدم دیگه در صفحه پایین که گفتم که من مثل صفحه فیسبوک کار میکنه اینجا با علامه جمع زیر کلیک کنیم سعی کنیم دیگه خودتون مثلا میخوای یک عکس پرتی یک تحلیل تونه پرتی مثلا یک سوال میکنی خلاص مثل یک صفحه فیسبوک از میتونی استفاده کنی.